نه خانی اومده و نه خانی رفته. امروز میخوایم حکایت این ضرب المثل رو ببینیم که از کجا اومده. سلام، من بیتا هستم و اینجا گنج است. اینجا میریم سراغ حکایت‌های از ایران و جهان. اگر به این داستان‌ها علاقه دارید خوشحال میشم ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهامون رو لایک کنید. همونطوری که گفتم امروز میخوایم ببینیم این نه خانی اومده و نه خانی رفته از کجا به وجود اومده. اولین بار چی شد که یه نفر اینو به کار بود که ما امروزه ازش استفاده میکنیم؟ حکایت اینطوری شروع میشه که یه آقایی بوده که خیلی هم پولدار نبوده، به قولی چیزی از مال دنیا نداشته. یه آقای روستایی خیلی ساده ولی دوست داشته همیشه پولدار به نظر برسه. یه روز که داره میره شهر برای یه کاری و وقتی که داره برمیگرده میگه که من یه خربزه بخرم برای خانواده که همه با هم بخوریم. وقتی که میبینه که راه همینطوری طولانی شد و احساس تشنگی و گشنگی میکنه میگه که خب بذار من یه قاچ از این خربزه رو میخورم، بقیه‌اش هم میذارم وسط راه که مردم فکر کنن که یه خان از اینجا رد شده، یه قاچ از خربزه‌شو خورده، بقیه‌شو دور انداخته. شروع میکنه خربزه رو باز میکنه، یه قاچ از خربزه‌شو میخوره، بقیه‌شو میذاره یه جایی که دم دید باشه، یعنی همه ببینن که یه خانی از اینجا اومده و یه خربزه خورده. بعد یکم با خودش فکر میکنه، میگه خان که تنها نمیاد، خان قطعا خدم و حشمی داره، غلام و نوکری داره، یه نفری که پا نمیشه از شهر بره روستا، از روستا بره شهر. بنابراین اگر خربزه‌ای هم بخواد بخوره بقیه خربزه‌شو میده نوکراش بخورن، حالا پوستشو نمیخورن. شروع میکنه بقیه خربزه رو میخوره، پوستشو دوباره همون وسط راه میذاره. یکم بعد فکر میکنه، میگه که خان که پیاده نمیاد، خان لشگر داره، یه عالم قاطر داره، اسب داره، الاغ داره، همینطوری که از اینجا نمیاد رد شه. بالاخره قاطر و اسب و خرش هم نیاز دارن یه چیزی بخورن دیگه. خان قطعا این خربزه‌ای که خودشون خوردن پوستشو میده به حیواناش بخورن. بنابراین پوست اون خربزه رو میده به الاغ خودش، یعنی خود خربزه رو خودش میخوره، پوستش رو میده به الاغش و هسته های خربزه رو میریزه سر راه. یکم بعد به این فکر میکنه که خان کجا، اینجا کجا، این روستای دور افتاده ما خانه به اون پولداری اصلا گذرش به اینجا نمیخوره، اصلا از این خرابه که خان نمیاد رد بشه. الان من این تخمه ها رو بریزم اینجا همه میفهمن که یه آدم معمولی اومده تخمه هاش رو اینجا ریخته، خان که از اینجا رد نمیشه. بنابراین تخمه های خربزه رو میشینه میخوره. بعدش که تموم میشه هم خربزه رو خورد، هم پوست خربزه رو داد به الاغش، هم تخمه های خربزه رو خورد. بعدش با خودش میگه آخیش راحت شدم دیگه، اصلا نه خانی اومده نه خانی رفته. حالا ما وقتی این ضرب المثل رو استفاده میکنیم که یه نفر قصد داشته یه کاری رو انجام بده، حالا به هر دلیلی پشیمون شده و با خودش میگه که نه خانی اومده نه خانی رفته، اصلا من از اولم قصد انجام این کار رو نداشتم، ولم کنید، منو به حال خودم بذارید. حالا شما به من بگید این ضرب المثل رو چه وقتایی استفاده میکنید؟ وقتی که یه کاری رو میخواستین انجام بدین منصرف شدید، یا توی موارد دیگه ازش استفاده میکنید؟ نظرتون رو حتما توی کامنت ها به من بگید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.